داملای عزیز، من یک خواهر اسلامی شما هستم. یک سوال دارم. به نزدیکی من به شوهرم جنجال کردم از حسابی که شوهرم دولتدار است و بیگاهی ها مست می آید. من به وکیل و داملای محله مراجعت کردم که او را نصیحت کنند. آنها مرا سرزنش کردند و عیبم را به گردن من گذاشتند و نان و آب را خوردند و رفتند. من بسیار کاسته های شما را گوش میکنم و به خلاصه آمدم که شما این قضیه را حکم کنید، زیرا شما حقیقت را میگویید. به خدا قسم فقط شوهرم گناهکار است از حساب پول و مالش. این خواهر کدام خواهری باشد و ما مکتوب نویساندن که جنجال عائلوی شده است و در این جنجال خواست است که این جنجال البته حل کند. این شوهری که مست می آید، مالدار است، دولتدار است، خواست است وکیل دعوت کردند، داملای محلشون دعوت کردند که این جنجال یعنی به فایده اسلام حل کنند و این مرد تربیه کنند. این نامعلوم که این داملا یا که این وکیل به خاطر البته مال و ملک وی حکمی درست ندادند و این خواهر البته سرزنش کردند. زیرا در آخر میگه به خدا قسم عیب شوهرم هست. اگر به خدا قسم خورده باشد اینجا کفارت واجب می شود، اگر صحیح گفته باشد کفارت واجب نمی شود. لیکن از روی همین قسمش اگر راست گفته باشد، البته این داملا یا این وکیلی که از حساب مال و ملک او اگر استفاده برده باشند و حکم نادرست در بین آنها جاری کرده باشند، اینا هم از جمله ظالمان به حساب می روند. زیرا پیغمبر خدا هم در حدیث های صحیح می آید که من سئل عن علم فکتمه الجم یوم القیامت بلجام من نار. اگر کدام عالم را یک مسئله را سوال میکنند و این مسئله را صحیح جواب نمیگوید بلکه پوشیده جواب میگوید یا اینکه خاطر میبیند و جواب میگوید، پیغمبر خدا گفت این گونه عالم ها را پروردگار روز قیامت با لجام های آتشین بسته میگرداند. برای من هر کسی که اگر در این گونه قضیه ها اشتراک میکند، اگر دارد علم و سواد حکم کند، ندارد از همه بهترینش همین است که گوید که من نمیفهمم یا من سواد ای را ندارم یا فلانی را دعوت کنید، با این حال البته جانش خلاص کند. این برای او فایده آور است. که بسیار از این گونه انسانهایی که البته از حساب مالداری و دولتداریشان چه زن باشد چه همسایه ها باشد خیلی آزار میدهند و بسیار انسانهایی را ما هم میدانیم امروز که حتی که برای خاطر دولتدار بدن او باور کن با او داملا هست، ایشان از شیخ است، با او یک صحبت های میکنند، چی صحبت های بی معنی میکنند، یکدیگر را در آغوش میگیرند، با یکدیگر چی دستزنی ها دارند، حالان که وی تماما بیچاره در بالای جای نماز برآمدگی نماز خواندگی نیست، فقط پول دارد، مال دارد، منصب دارد. به او خاطر همونها را چیکار کردن؟ از دنب اونها دویده و از برای 4 سوم اونها شده دین آیینش فروخته گشته است.